سلام به پارت 3 ساخت سافت باکس خوش اومدید. آقا تو این قسمت قراره چیکار کنیم؟ قراره ایدیا رو بگیریم و اینکه کامل جایگذاری کنیم و اینکه منبع تغذیه رو اوکی کنیم، برقش رو اوکی کنیم و همه کارا رو انجام بدیم و چی بشه در آخر یه سافت باکس خوشگل و تمیز در بیاد و اینکه بتونیم ازش استفاده کنیم و بعد این یه دونه ویدیو کوتاه هم میاد. بچه همه چی اوکی شده. اینا رو برداشتیم و این لامپه، بعد این لامپه رو تست میکنیم، اینا هم تست میکنیم، هر کدوم بهتر بود نورش اونا رو برمیداریم. این هم منبع تغذیه همونه که اینو باید یه ولوم براش بردارم، اگه خوب بود میگم بابا بیاره. آقا ما رسیدیم خونه و اینکه حالا باید چیکار کنیم. بعد اولش که ببینیم یه لحظه بچه من بیام بعد ببینیم آیا اینا به دردمون میخوره با ترانس و اینا، یعنی که لامپ 20 وات از اون لامپایی که همه تو سقف خونه‌شون دارن که کافئین بزنیم. توی ویدیو امتحان میکنیم و نصب میکنیم. اما من چون یه خورده کارهای دیگه ای دارم امشب نمیتونم همه کارا رو بکنم، فقط امتحان کردم. اولین کار که میکنیم اینو میذاریم اینجا. دومین کاری که میکنیم اینو میاریم عقب. اینو بعد برعکس هست کنیم، اما قبلش چیکار میکنیم؟ قبلش میاریم اینا رو وصل میکنیم که حالا اینا چیه؟ اینا برقشه، برق 220 ولته که باید بزنیم به صدای خونه. واسید من اینجا وصل کنمش به اینجا که یکم خطرناک نباشه. حالا درست شد. نمیدونم تو کارت میفتم یا نه بچه، یه چک کنم بعد بریم ادامه ویدیو. آقا اوکی بود قاب و اینکه میگن که میبینید یکم صدا بده، میکروفون شارژ نداشت و من از میکروفون استفاده نکردم و اینکه اگر از میکروفون استفاده میکردم خیلی بهتر بود. آقا اینطوری باید قرار بگیره. اوکی اینم باید وصل کنیم بچه. در ضمن اینطوری هم نیست، بعدش تیکه تیکه میشه. اگه خوب باشه تیکه تیکه میشه، پشت اینجا چسبونه میشه. خب بچه حالا اون پشت من چیکار کردم؟ شاید سوال بعضیاتون باشه. من پشت وصل کردم به محافظ برق 110 که اگر اینجا اتصالی رخ داد فیوز خونه نزنه بلکه اونجا یه کاری بشه. یه لحظه یه کار کردیم، امیدوارم ایدی نسوزده باشه. نه اینو بس کنیم، بعد پارچه رو بکشیم روش، بعدش هم که بریم سراغ تست. اول بدون پارچه یک امتحان بکنیم. نه بابا خوبه. حالا بعد این نور زردم دارم، حالا اونجا نمیتونم الان نشون بدم. یه نور زرد و یه نور آفتابی هم دارم هنوز از همونا، ولی خب کمتر اونا رو میزنیم. بچه پارچه رو که بندازیم اصل ماجرا باید نشون دارم. همچین نورش کمه به دلم نشست. بچه نیرسه من لامپه رو اوکی کنم، بعد به شما میگم، بعد به شما هم نشون میدم چجوری میشه. ببینیم لامپه بهتره یا اینکه LED 12 ولته بهتره. این لامپ است. الان بریم جلوتر. این کلا برداشته میشه. بچه در ضمن بخواین نصبش میکنیم این میره پشت چی، اصلا داخل خود سافت باکس نیست اون ترانسه، اینه که خاموشه.
الان این بدون پارچه خیلی نور ملایم تری، اما اینجا خیلی نور بدی میده، اما با پارچه اصل ماجراست. اینو باید بالا بزنم واسه این. خیلی خوب پارچه رو میکشیم و میزنیم. باید رچق بازم. همچین بدک نیست خب، اما چطور بگم؟ یه لحظه بچه من برقه رو خاموش کنم. الان بخواید ببینید الان رو میزن دقیقا اینطوری. خب خب این دیگه مناسب من نیست. من چیز خیلی خفن‌تری نسبت به این میخوام. یا باید لامپ رو ارتقا بدیم و یا اینکه بعد یه لامپ دیگه هم باید براش بذاریم. حالا امشب چیکار میکنیم؟ بچه‌ها دقت کنید اینو هی نگاه کنید، هی باز وصل میشه. یعنی ما اگر اینو جلو نور مستقیم بگیریم حالت قطع و وصل شدن داخل دوربین و جلو اینو بگیرم کیفیت خوب بشه. و چرا قسمت قبل بود؟ آره قسمت قبل بود که بهتون گفتم چرا، چون جریان متناوب نیست، جریان بالا پایینه. بله کدوم وری بذارم؟ این وری دور از چی باشه؟ زاویه من الان خوبه، این زاویهش درست نیست. اگر من در از الان اینطوری مثلا دوربین بذارم میشه مثلا سلام بچه‌ها به یک ویدیو جدید خوش اومدید. آقا مثلا فلان کار می‌خوایم بکنیم. نمیدونم دو دل شدم. اما یک کار دیگه که باید هنوز بکنیم اینه که باید نورای آفتابی و زرد رو به این اضافه کنیم تا هم نورمون بیشتر بشه هم یه نور قشنگتری بگیریم. من اضافه میکنم بعد ویدیو میگیرم. خب خب آقا الان ما پارچه رو کشیدیم، همه چیش الان اوکیه و فقط کار باید ازش بگیریم. حالا این کلید سراحی اینجاست. خیلی نسبت به لامپ نور کمتری داره، خیلی نور کمتری داره. یا کنید لامپ اصلا یه چیز دیگه بود، تو دوربین معلوم نیست اما لامپ یه چیز دیگه بود. بچه از این روش الان میرم شاید فرق لامپ و اینو بفهمید، اما خوبیتش اینه یکم رنگ زردم قاطیش الان هست بالاخره. اوکی در ضمن اینی که اینجا میبینید اینطوریه خیلی قشنگتر میشه، که چیز خفنی میشه. نگاه کنید الان بذارید برق اتاق روشن کنم. این تو روشنایی بعد در از جلوه اصلی خودشو بده. اوکی این الان با صاف باکسه، اینم بی صاف باکسه. یکم خیلی کم فرق داره، اما این صاف باکسی نبود که دارم میخواست. اینا در ضمن 3-4 تاش الان دیده نمیشه. انتخاب خودم الان میخوام انتخاب نهاییمو بگم. چون
لامپ 12 ولت. بایستی بیارمش پایین. صافاتم روشن کنم که انتخاب خفنی بشه. آقا لامپ 12 ولت خوبیتش اینه که فوکوس نداره. نور زرد قاطیشه و اینکه هر رنگی بخوام من میتونم بیارم. اما نور LED ها هیچ رنگی به غیر از سفید آفتابی نمیشه آورد. من داخل این انبه‌ای هم آوردم. الان چند تا میشه؟ 1 2 تا 3 این فکر کنم حدود 30-40 تا LED داخلش. حالا میدونید مشکل اصلی کجاه؟ سر قیمته آقا. اون لامپ اونجا. اون لامپ رو بخوای عوض کنی 200 تومن. یه لامپ هم هست. این اگه کلش بر اثر صانعی بسوزه قیمتش یه خورده بالاست. الان دقیقا نمیدونم دقیقا چند تاه، اما 35 تا هم بگیریم ضرب در 9 هم بکنیم 35 ضرب در 9 45 تا میشه 35 تا میشه 350,000 تا. اینش به کنار آقا، قیمت مهم نیست. اینه که خیلی ما باید پیدا کنیم بذاریم. مشکل دوم 3 نوری نداره. 4 باید منبع تغذیه باشه. 5 که از همه مهمتره کلید به کلید میذارم، یعنی انبه‌ای جدا، سفید جدا، آفتابی جدا. اوکی؟ و این یه حس جالبی به آدم میده که تو میتونی انبه‌ای رو جدا روشن کنی، آفتابی رو جدا، سفیدم جدا. حس جالبی به آدم میده. اما تعمیر و ساختش خیلی سخته. آقا من یه پاترون میذارم، لامپ روش میبندم، از اون برم یه درستی میاد پایین و تمام. این واسه لامپ 220. اینا بعد نصب بشه. بعد از نصب بعد سیم کشی بشه بیاد بیرون. دونه به دونه بعد کلید بذاریم. کلیدا که گذاشتیم میره سراغ چی؟ میره سراغ این که میره سراغ این که منبع تغذیه باید داشته باشه. اگر این منبع تغذیه یه روزی داغ کنه چی؟ تو بخوای ویدیو طولانی ضبط کنی چی؟ این داغ میکنه چی؟ فن باید باشه چی؟ اما با این همه اختلاف و بدی و خوبی انتخاب من 12 ولت. شاید بگین چرا؟ نور ملایم تری داره. نور لامپا اینطوری میزنه اصلا. الان من دقیقا اینجا هم به صافاکس قشنگ نگاه میکنم، قشنگ. اما وای به حال روزی که من لامپ 220 نمیتونم نگاه کنم. جدی میگم. مگر اینکه لامپ 10 بذاری، 15 بذاری. این 20 واقعا لامپ نسبتا بزرگی. اما هنوزم موندم انتخاب اصلی من 12 ولت نیست. اما هنوز باید فکر کنم. نمیتونم الان بیام به شما بگم بچه‌ها تموم شد 12 ولت میندازیم و تموم. امشبم تموم. چسباشو میزنیم و تموم. نه.
آهلله وقتی از ذکر الکترونیکی آهلله است. وای آجی حالا موندم چی بذارم میدونیم در ضمن بچه این باید بیاد جلوتر. صفات همینجا که نمیمونه. یه لحظه من بیارمش جلوتر شما فرقشو ببین. الان این صفات از پوشش باید بگیریم بیاریمش جلوتر. ببخشید بچه ها این در اصل اینه. اوکی؟ میبینید واقعا چهرمو انداخت. الان فرقشو میبینید ها. نگاه کن این اصلا بدون صاف باکسه این با صاف باکسه. چقدر فرق داره. انتخاب نهایی 12 ولت تمام. بچه من تایم لپس میرم واسه زدن اینا 12 ولتی ها و اینکه شایدم 12 ولتی نباشه. هنوزم یک کوچولو فکر میکنم. تصویر بزرگی ها. من اینو 3-4 سال تو ویدیو هم هست. بعد من باید یه کیفیت خوبی داشته باشم. هم خودم اذیت نشم هم مخاطبا اذیت نشن. همین دیگه. مشکل اینجاست. بریم اگر شد نصبشون کنیم. بچه‌ها انتخاب نهایی شد. 12 ولت رو وصل کنیم و اینکه الان ما چیکار کنیم؟ بعد اون ترانسفر رو پشت این بچسبونیم بعد اون سوراخ بزنیم. واسه چی؟ واسه اینکه بتونیم سیما رو رد بکنیم. آقا بریم سراغ سوراخ ها. من میذارم شما تایم لپسش رو ببینید. آقا سفت و قرص و محکم و قشنگ ما این بس کردیم. اگر بخواین از داخل چهرهشو ببینید همچین چیزی شد آقا. یه دونه سوراخه و این پشتم این است. حالا میرسیم به بخش زدن اونا با چسب. اوکی؟ اما فکر نکنم من اینا رو بچسبونم. بذارید یک نگاهی بکنم من. مثلا جا میشن. حاجی نکنه جا نشن. من یه برش بزنم. من از اینجا یه برش بزنم و اینکه خم بشه بره واسه قسمت بعدش. اوکی؟ برش رو زدم. نمیتونم ببینم تو دوربین میفته یا نه. دارم امتحان میکنم بچه. بریم رو آلت تایم لپس که قشنگ بتونم به شما نشون بدم. و بچه دیدید که این شد. دیدید نمیدونم یا نه دیدید تو تایم لپس. خب چیز خفن در اومد. اینا رو به زور جا زدم و
و الان جایی باقی نمونده که اون 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا دیگه رو بزنم. ولی همینا اوکی و کافی هن. آره اوکی هن. مرسی بچه هم این پارت هم تموم شد. پارت 3 هم تموم شد. بچه هم من این لحظه دور رو برگردونم و به شما نشون بدم. بچه هم مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. اگر دوست دارید در ادامه پارت با هم باشید حتما ببینید ویدیوها شنبه، دوشنبه، چهارشنبه بارگذاری میشن و اینکه اگر دیدید یک شنبه یا یک دوشنبه یا یک چهارشنبه بارگذاری نشدن قطعا روز زوج بعدش آپلود میشن روز زوجا، نه مثلا دوشنبه آپلود نشه سه شنبه آپلود هم نمیشه، فقط میرسه به چهارشنبه. اگر دیدید چهارشنبه آپلود نشد تا شنبه آپلود نمیشه. چرا؟ ما روالمون رو شنبه، دوشنبه، چهارشنبه است. نمیشه ما زیر قولمون بزنیم. و اینکه اگر دیدید یه جایی کمکاری کردم ویدیو نذاشتم بدونید تقصیر من نیست، کمکاری نکردم، مشکل کارایی بوده که پیش نمیده. همین بعد از قرار بود ویدیو رو بذارم، از امروز صبح کار داشتم تا همین الان صبح که رفتم مدرسه تا ساعت 12:30. ساعت 12:30 اومدم یک نهار خوردم، یک گوشی برداشتم، کار کردم، ادیت‌های دیروز رو زدم و اینکه امروز قرار بود آپلود شه. یه دفعه دیگه این پروژه اومد سرم، کار کردم باهاش اینا. مرسی که پس تا آخر ویدیو همراهم بودید. واقعا دوست دارم سابسکرایب کنید، واقعا دوست دارم لایک کنید، اما یه لایک برای من بکنید کافیه. این پارت تموم میشه و پارت دیگه پارت آخر حدوده. آره پارت آخره و اینکه میخوایم چیکار کنیم. پارت دیگه میایم سیم کشیش انجام میدیم، صفحه نمایشگر میذاریم براش، احتمالا صفحه نمایشگر شاید بذاریم و اینکه همین دیگه پارت دیگه کامل درست میشه و پارت آخر کلن بعد ببینیم چطوریه، ازش تست بگیریم و اینا. پس دکمه سابسکرایب بزن، لایک هم بزن، یک کامنت خوبم برام بذار، یک کامنت انگلیسی یا کامنت عالی، مرسی، دمت گرم فلان. آره دمتون گرم. مرسی که تا آخر ویدیو همراهم بودید. بدرود و خداحافظ.